عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست زندانی شده تاجیک را برای ادای حکمش به زندان شهر خوجند بردند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده روز 6 مارس سال 2023 به رادیوی آزادی گفت که او را روز شنبه 4 مارس از دوشنبه به خوجند انتقال دادند. به پیوندان خبر دادند که او باید 12 روز در کرانتین ایستد. افزوده است عبدالکریم پیر محمدزاده. او از آن اظهار نگرانی کرد که در زندان خوجند بودن عبدالستار برای پیوندان بخصوص همسر و فرزندانش سخت است، زیرا راه دور است و زود خبر گرفتن نمی شود. 3 ژورنالیست دیگری که تقریبا همزمان با پیر محمدزاده حبس شدند، دلیر امام علی، عبدالله غربتی و ذوالقبیک سیدامینی که متناسباً به 7 سال و 6 ماه و 7 سال زندان محکوم شدند، در محبس یکم سویج که در دوشنبه ادای حکم میکنند. عبدالستار پیر محمدزاده 44 سال و 4 فرزند داشته قبلا در رادیو کار میکرد. نام او ماه نوامبر سال 2020 زمان ورد زبانه شد که با نشر یک ویدیو در روز پرزیدنت از بیدادگری های مقامات حفظ حقوق نسبت به رانندگان تاکسی شکایت کرد. پیر محمدزاده در اول ماه ایول سال 2022 در پی نشر چند مراجعتنامه با طلب آزادی ژورنالیستان مستقل دلیر امام علی و عبدالله غربتی که 15 میلیون به حبس گرفته شدند از جانب ماموران اوباب در منزلش در کنار شهر وحدت دستگیر شد. ماموران اوباب از وحدت برابر او ذوالقبیک سیدامینی را که او هم با طلب آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی صدا بلند کرده بود دستگیر کردند. این 4 نفر دلیر امام علی به 10 سال، عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه و سیدامینی و پیر محمدزاده به 7 سال محکوم شدند. مرافع همه آنها در بنای سزا پشت درهای بسته و به اشتراک اهل جامعه و ژورنالیستان دایر شد. در عموم سال 2022 در تاجیکستان بیش از 10 بلاگر و ژورنالیست به سالهای طولانی زندان محکوم کردیدند. این سبب شد که حامیان حقوق تاجیکستان را کشور زندان ژورنالیستان بنامند. سازمان‌های بین المللی حامی آزادی مطبوعات حکم ژورنالیستان و بلاگرهای زندانی شده تاجیک را غیر عادلانه نامیده چندین بار از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که همه ژورنالیست‌های بازداشت و زندان شده را آزاد کرده تعقیبات مطبوعات را بحث کنند. دوشنبه تا کنون به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است.